ملت تاجیکستان یک ملتی هست که من از همینجا بوسه میزنم بر دست تک تک تاجیک و من میگم که محبت تاجیکان باید جزی از ایمان ما باشه، چون که این ملت بچه‌هایی کیان؟ اینها بچه‌های امام بخاری، اینها بچه‌های امام ترمذی هستند، اینها فرزندان اونهایی هستند که روسیه اون زمان اتحاد جماهیر شوروی با تمام چکش و داسش بالای سر اینها بود، کشت و قتل عام کرد و هر جنایتی که در تصورت هست روسیه انجام داد که این مردم رو از دینشون جدا کنه. اتفاق چی افتاد؟ اینها بیشتر به دینتون پایبند شدن. وقتی که ما در کشورهای فارسی زبانیمون تعداد حافظای قرآنیمون دست انگشت شمار بود، تعداد حافظای قرآنی کریمی که تو چاه‌ها تو زیرزمینی ها در تاجیکستان قرآن حفظ می‌کردن از همه سرزمین فارس بیشتر. این ملت شکست ناپذیری هستند. این ملت، اینها فقط و فقط مثالهای ملت تاجیک رو در قصه های صحابی میتونید پیدا کنید، در قصه های یاران پیامبران. اون وقت میاد یه خرمگسی به این ملت میگه حالا مثلا این کس کی باشه، مثلا ترامپ می بود، کشوری مثل آمریکا رو پادشاهش بود، یا نمیدونم پوتین بود که تو روسیه و مسکو نشسته، یا رئیس چین می بود، حالا میگفت کزیه واسه خودش. حالا توی بیچاره چه کاره ای تو این مثلا؟ نه سر پیاز نه ته پیاز. بعد اومدی چه کار میکنی؟ با خدا در میفتی. بیچاره تو مگه اینقدر عقل و شعور نداری که این ملت، ما مسلمون ها، حالا تو که از اسلام خبر نداری، بهتون بگم آقا ما مسلمون ها یه دینی داریم که این دین ما به ما میگه که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. در مقابل دستورالعمل های خداوند متعال بقیه بشر هر که باشن پس چیزی ارزش نداره. حالا تو کی باشی که ما دستور خدا رو، رکن اسلام رو، روزه رو رها بکنیم به خاطر اینی که یک آدم احمق نفهم نادان اومده گفته که آقا نباید روزه بگیری. 4 تا بزغاره بی عقل هم پشت سرش مثلا جیره خاراش همون حرف رو تکرار میکنن که چی؟ عالی جناب گفته. عالی جناب خر کدوم طویل عزیز من؟ تو فردا مثل سگ میری و همین مردم توف میندازن رو صورتت، رو قبرت. کی هستی که بیایی در مقابل کلام الله، در مقابل شرع الله بیایی حرفی بزنی؟ کی اصلا حرف تو رو بها میده؟ در مسائل عمومی اقتصادی و سیاسی مردم با تو دعوا دارن که تو اصلا چی کاره هستی؟ اصلا نمیفهمی کشور دو وجبی رو اداره بکنی. اون وقت میایی برای مردم در هویت دینیشون، برای این مردمی که پوزه استعمار روس رو به زمین مالیدن، تو میایی خط و نشان بکشی؟ واقعا اینو که وقتی میدیدم گفتم الله صدر احمد او پدر فرعون بدبخت حداقل برای خودش پادشاهی داشت و باد کرده بود. این دیگه چه جناوری است؟ این چه موجوداتی تو این دنیا پیدا میشه؟ وقتی اینا رو میبینیم میگه خدایا شکرت به عقل، خدایا شکرت به همه این ایمانی که به ما ارزانی داشتیم. از اینجا سلام و احترامات برای تک تک ملت تاجیک و بنازم غیرت شما رو، بنازم ایمان شما رو، بنازم مردانگی شما رو، بنازم تقوای شما رو. خدایا بار الها حامی و حافظ و نگهبان این ملت بزرگ باش، این ملتی که به دینشون افتخار میکنن. زنده باد تاجیکای عزیز.